برای هوسمندگردانی ورزشکاران و معرفی غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی از رشته‌های گوناگون ورزش، امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. در این باره آژانس ملی اطلاعاتی خاور خبر می‌دهد. طبق منبع موافق امر مذکور و در اساس پیشنهاد قرار کمیسیون مکافات پولی‌های جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 21 نفر ورزشکار بهترین مملکت که غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی می باشند با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. مبلغ عمومی جایزه ها در سال روان که از حساب فاند مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جدا گردیده است 673,750 سامانی را تشکیل می دهد. حجم یک جایزه به هر یک ورزشکار از 6,250 تا 150,000 سامانی است. برندگان جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساساً آنهایی می باشند که در رشته‌های ورزش سبک، بوکس، کشتی جودو، سامبو و تکواندو در مسابقه‌های بین‌المللی صاحب مدال طلا و جایهای نمایان گردیدند. اما تا چه اندازه این دستگیری‌ها واقعیت دارد معلوم نیست، چون چند روز پیش بعضی از ورزشکاران مشهور تاجیک مثل مزون اچاری و رسول باقیف و دیگران در شبکه‌های اجتماعی شکایت از آنها داشتند که وقت‌های آخر هیچ دستگیری از جانب حکومت نمی‌بینند.